برای تغییر دادن آیکون اپلیکیشن ها توی گوشی های آیفون اول از همه نیاز به برنامه شورتکات داریم. این برنامه رو میتونید از کانال تلگراممون دانلود کنید که لینکش توی بایوی پیج هست و همینطور به صورت مستقیم میتونید از اپ استور دانلودش کنید. وارد اپلیکیشن بشید، روی این گزینه به علاوه بالا ضربه بزنید و با زدن روی گزینه اوپن اپ و زدن روی گزینه اپ اون بالا میتونید هر اپلیکیشنی رو که میخواید انتخاب کنید تا بتونید هم آیکون و هم اسم برنامه رو به دلخواه تغییر بدید. برای مثال من این اپلیکیشن رو میخوام انتخاب کنم و بعد از اون با زدن روی گزینه پایین وسط میتونید با زدن روی گزینه اد تو هوم اسکرین هم اسم و هم آیکون برنامه رو به دلخواه تغییر بدید. و بعد از اون روی گزینه اد ضربه بزنید تا اپلیکیشن به هوم اسکرینتون اضافه بشه.